ضد اساسی قانون و اساس ولسمشروم. رئیس جمهور فراری در خواب ریاست. اشرف غنی میگوید که هنوز هم رئیس جمهور افغانستان است. آتش ویرانگر در شمال کشور. شمار از خانه‌ها در اثر آتش سوزی در جوزجان ویران شدند. موج ترورهای هدفمند در افغانستان. 2 تن در لوگر، 1 تن در فاریاب و 1 تن در غزنی ترور شدند. و بیخبری از همسایگی حقانی. طالبان اطلاع نداشتن از حضور رهبر القاعده در کابل را ضعف خواندند. سلام و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 10 از آماج نیوز خوش آمدید. اشرف غنی رئیس جمهور فراری افغانستان پس از 1 سال فرارش از افغانستان در مصاحبه با یک رسانه تازه تأسیس شده به نام EBN گفته است که بر اساس قانون اساسی او رئیس جمهور افغانستان است و میراثی که مردم به او سپردند بدون رأی مردم به هیچ کس نمیرسد. ضد اساسی قانون و اساس ولسمشروم او ترڅ د افغانستان ولس په قانوني توګه واک بل چا ته انتقال کړي ولسمشر یم. عنوان له نظر نه زه د ولس خادم او هیڅ وخت په القاب باندې تړلی نه وم. آقای غنی در بخش از گفتگویش فعالیت زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین امریکا در افغانستان را دلیل بحران سیاسی آن زمان در کشور خواند. اشرف غنی دلیل سقوط پیهم ولایت‌ها را معامله قشر سیاسی دانسته و همچنان افزوده که عبدالله مسئول عدم تحکیم جمهوریت است. مصاحبه آقای غنی واکنش فعالین رسانه‌ای و کاربران شبکه‌های اجتماعی را نیز به همراه شده است. شمار از کاربران میگویند که پس از گذشت 1 سال از سقوط و ترتیب یک مصاحبه فرمایشی نمیتواند لقب فراری را از نام اشرف غنی دور کند. برخی دیگر از فعالین رسانه‌ای نیز میگویند که اشرف غنی با ملامت کردن دیگران میخواهد که مسئولیت سقوط کشور را از شانه‌اش خالی کند. در همین حال اداره بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار گفته است که اشرف غنی رئیس جمهور فراری افغانستان از مصاحبه با این نهاد خودداری کرده است. سیگار روز گذشته سه‌شنبه 18 اسد در رشته توییت‌های گفته است که این مصاحبه در مورد ادعاهای دزدی پول، فروپاشی نظام و سایر موارد بود. طبق این گزارش اشرف غنی درخواست سیگار برای مصاحبه را رد کرده است، اما در عوض پذیرفته که از طریق وکیلش به پرسش‌ها پاسخ دهد. اداره بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان گفته است که وکیل اشرف غنی از مجموع 56 سوال به 6 سوال پاسخ داده است. غنی متهم شده بود که هنگام فرار از کابل 169 میلیون دلار پول را با خود برده است. سیگار میگوید که این نهاد دریافته است که مقدار پول نقد از محوطه قصر ریاست جمهوری گرفته شده و در هلیکوپترهای حامل اشرف غنی بارگیری شده است، اما شواهد نشان می‌دهد که این رقم از 1 میلیون دلار تجاوز نمی‌کند و ممکن است ارزش آن به 500,000 دلار نزدیکتر باشد. طبق گزارش سیگار، اشرف غنی را هنگام فرار 3 چرخبال همراهی می‌کردند. به گفته همه شاهدان عینی، چمدان‌های موجود در این 3 هلیکوپتر کم بوده است، اما برخی حاوی وسایل شخصی و برخی دیگر حاوی پول نقد بودند. مقام‌های محلی طالبان در جوزجان تایید می‌کنند که برخی مناطق در این ولایت در آتش طبیعی می‌سوزد. داملا سراج الدین احمدی، فرمانده امنیه طالبان در جوزجان در صحبت با رسانه‌ها میگوید که در اثر آتش سوزی‌ها در روستای بالامرادیان ولسوالی فیض آباد تا اکنون 50 منزل مسکونی تخریب شدند و آتش سوزی همچنان ادامه دارد. فرمانده امنیه جوزجان می‌افزاید که این آتش سوزی‌ها خسارات هنگفت مالی به باشندگان روستای مرادیان وارد کرده است. در این حال قاری نورالله مسافر، رئیس کار و امور اجتماعی طالبان در جوزجان که باشنده ولسوالی فیض آباد نیز است، وضعیت را وحشتناک می‌خواند. به گفته آقای مسافر، خانه‌های مسکونی یکی پی دیگر در حال سوختن هستند. همچنان نوارهای تصویری که در اختیار آماج قرار گرفته نشان می‌دهد که شمار از خانه‌های باشندگان این ولایت در اثر آتش سوزی تخریب شده‌اند. ترورها از سوی تفنگداران ناشناس در زیر حاکمیت طالبان در افغانستان افزایش یافته است. تنها در 24 ساعت گذشته مسئول حزب تحریر در غزنی، 2 تن در لوگر
و یک مرد در فاریاب ترور شدند. منابع محلی در غزنی با امواج میگویند که شب گذشته سه‌شنبه 18 اسد مسئول ولایتی حزب تحریر در این ولایت از سوی افراد مسلح با ضرب گلوله کشته شده است. به گفته منابع این فرد عبدالعزیز محمدی نام داشت و دیروز از سوی افراد مسلح از منزلش در شهر غزنی بیرون کشیده شد و چند ساعت بعد جسدش از ساحه قریه امام هداد در مربوطات حوزه دوم امنیتی غزنی پیدا شده است. یک منبع دیگر در غزنی طالبان را مسئول این قتل دانسته و میگوید که این فرد به صورت علنی نظام امارت و جمهوریت را خلاف اسلام دانسته و از طرفداران سرسخت نظام خلافت در جهان اسلام بود. همچنان منابع محلی در لوگر با امواج میگویند که در دو رویداد جداگانه دو راننده تاکسی از سوی تفنگداران ناشناس در شهر پل علم مرکز این ولایت تیرباران شدند. به گفته منابع رویداد نخست حوالی ساعت 5 عصر روز سه‌شنبه 18 اسد در مربوطات التیمور مرکز ولایت لوگر رخ داده است. گواهان میگویند که به بدن این راننده 30 گلوله اصابت کرده است. به روایت منابع رویداد دومی حوالی ساعت 7 شام روز سه‌شنبه 18 اسد در ساحه پلاو در روستای حصارک تیرباران شده است. منبع از این راننده ابراهیم نام برده است. طالبان در مورد رویدادهای غزنی و لوگر تا اکنون چیزی نگفتند. در همین حال یک مرد 70 ساله به نام محمد حسن به گونه مرموز در فاریاب به قتل رسیده است. به گفته یک منبع او 2 روز پیش از خانه‌اش در شهر میمنه مرکز فاریاب بیرون شده بود و جسد خون‌آلودش شب گذشته سه‌شنبه 18 اسد از یک باغ در مربوطات ناحیه ششم این شهر پیدا شده است. با این حال محمد اسماعیل فرقانی مدیر مبارزه با جرم‌های جنایی فرماندهی امنیه طالبان در فاریاب با تایید این رویداد میگوید که علت کشته شدن این مرد خصومت‌های خانوادگی میباشد. آقای فرقانی می‌افزاید که در پیوند به این رویداد یک پسر این مرد از سوی آنان بازداشت شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید که مطابق با توافقنامه دوحه طالبان باید در جریان اطلاعات استخباراتی در مورد موجودیت اشخاص مانند الظواهری قرار میگرفتند. او گفت اطلاعات از حضور الظواهری در کابل نبود و این بیانگر ضعف و غفلت وظیفه‌ای طالبان است. دا خبره چې د امریکای جمهوریت لخوا سوی تر اوسه پورې د ادعا په حد کې ده، یعنی دوی ادعا کړې ده او اسلامي امارت په دې مورد خپل موقف درلود. وضاحت سره ویلی سو چې اسلامي امارت په ټوله کې په دې قضیه باندې خبر نه و، نه د ظواهري په شتون او نه شتون دلته خبر و او نه په دې چې دا ثابته شي چې دی و دلته چې صدمه دې لیدلې وي که نه و. خو ټول موضوع تر تحقیق و تر څېړنې لاندې ده. او در مصاحبه با تلویزیون ملی زیر اداره طالبان گفت که اطلاع ندادن طالبان از انجام عملیات استخباراتی از سوی امریکا در خصوص قضیه الظواهری نقض توافقنامه دوحه محسوب می شود. سخنگوی طالبان در ادامه مدعی شد که در حمله پهپادی امریکا به کابل از مواد نیرومند استفاده شده و هیچ اثر در محل حادثه باقی نمانده است. این در حالی است که جک سالیوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده در کاخ سفید در مصاحبه با NPR گفت که امریکا آگاه است که اعضای ارشد شبکه حقانی با عنوان بخش از گروه طالبان که دولت را در کابل اداره می‌کنند از حضور الظواهری آگاه بودند. در همین حال برخی از رسانه‌ها گزارش دادند که الظواهری در خانه سراج الدین حقانی وزیر داخله طالبان اقامت داشته است و این مقام کلیدی طالبان با رهبر القاعده در اقامتگاهش دیدارهای داشته ولی در روز حمله در آنجا حضور نداشته است. گفته می شود که شمار از بستگان وزیر داخله طالبان نیز در حمله پهپادی به پناهگاه الظواهری در کابل نیز کشته شدند. به گفته جک سالیوان برخی از مقامات بلندپایه طالبان از حضور الظواهری در کابل اطلاع نداشتند.